ضمن نشست خبری دانشگاه دولتی طبی ختلان در ناحیه دنقره قید گردید که بنیاد مؤسسه‌های نو و زمانوی تندرستی، تأسیس جایهای نوی کاری و به مراتب بهتر شدن سطح خدمت‌رسانی طبی در شهر و ناحیه‌های مملکت از رشد و با انفراستراکچور ضروری ساخته به استفاده دادن چنین مخزن‌های علم و معرفت به حساب می‌رود. فعالیت دانشگاه دولتی طبی ختلان در ناحیه دنقره با فراهمسازی تمام امکانیت‌های معاصر تعلیم یکی از دستاوردهای ارزنده ساحه تندرستی نه فقط برای ناحیه دنقره بلکه در مقیاس جمهوری به حساب می‌رود. تعلیم و تدریس دانشجویان در بینای تعلیمی و در 5 پایگاه‌های بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه جمهوریوی کلینیکی، مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی، بیمارخانه ولایتی بیماری‌های سرایتی و مرکز طبی بسیار ساحوی ناحیه دنقره به راه مانده شده است. عین حال در دانشگاه 2604 نفر دانشجو از روی 5 اختصاص وابسته به خصوصیت فن‌ها و ساعت‌های تعلیمی برای از کورس‌های یکم تا ششم از روی 87 فن‌های تعلیمی با فراگیری 21 کاتدرا به آموزش جلب کرده شدند. در دانشگاه برای گذراندن مشغولیت‌های نظریوی و عملی برای دانشجویان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. در دانشگاه مرکز آموزش سیمولاسیونی تأسیس یافت که در این مرکز زیاده از 15 حجره‌هایی که به سمت‌های گوناگون تقسیم شدند عبارت می‌باشد، از جمله حجره‌های جراحی، حجره‌های گینکولوژی، میکروجراحی، حجره‌های افتالمولوژی، حجره پدیاتری، لور و مانند این حجره‌ها تقسیم کرده شده است. ما دانشجویان می‌توانیم بیرون از درس‌ها به این مرکز آمده به آموزش ملکوی مشغول شویم و باز دانش نظریوی خود را در عملی صیقل دهیم و مکمل‌تر گردانیم. باید گفت که در دانشگاه 24 آزمایشگاه تعلیمی و تشخیصی موجود است که برای در عمل تطبیق ساختن دانش‌های نظریوی و مکمل سازی ملکه کسبی دانشجویان مساعدت می‌نماید. حالا 540 نامگوی تجهیزات معاصر تکنیکی با تعداد 1571 عدد در روند تعلیم و تربیت و کارهای علمی دانشجویان و آموزگاران استفاده برده می‌شود. در دانشگاه ما اساساً همه تجهیزات‌های برای کارکنی عملی دسترس می باشد و ما دانشجویان از این امکانات‌های فراهم آورده شده استفاده برده در آینده متخصص خوب به وای رسیده برای خلق خود خدمت صفتناک می رسانیم. در دانشگاه دولتی طبی ختلان متخصصان ورزیده ساحه به فعالیت جلب گردیده با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر تعلیمی و آزمایشی دانشجویان را به آموزش فرا گرفتند. همزمان با مقصدی در سطح بین المللی آماده نمودن متخصصان، دانشگاه با دیگر مؤسسه‌های تعلیمی طبی جمهوری و سطح جهانی همکاری‌های سودمند داشته دوره به دوره به نشاندادهای نظررس نائل گردیده ایستادند. اینچنین دستاورد و کامیابی‌های دانشجویان و آموزگاران تعلیمگاه در سمت کارهای علمی و تحقیقاتی، اینوواسیون و از اشتراک در آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی اختصاصی افزاینده دانسته می شود. خیرین سامرازاده، محمدی میرزا، ناحیه دنقره، اخبار.